کریس جارویس مکلین، قانون کاملا درباره شما روشن است. چنانچه تا عصر امروز نتوانید وثیقه را پرداخت کنید، ما به محاکمه شما ادامه خواهیم داد و من از هر لحاظ مقصر را گناهکار اعلام می کنم. میتونم کمکتون کنم آقا؟ مگه نمیبینی وسط دادرسی هستیم؟ منو لطفاً راینولد چاندینگتون صدا بزنید. من مدیر شبکه هستم. خریداران من میخواهند که آقای مکلین رو بدون آسیب ببینن و من فکر میکنم این $10,000 میتونه وثیقه رو تا حدودی پوشش بده. همینطوره؟ این تلاست. نه 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 نه، شما نمیتونی این کارو بکنید و شما هم نمیتونی اجازه بدین که ایشون این کارو بکنن. شاید برخی از شرکت مخالف من باشن، اما این دلیل نمیشه. من اعتراف میکنم که این خیلی پیچیده شده، اما خانم میدونین که قانون قابل پیش بینی نیست. دادگاه خیلی خوبی بود کورتنی، حتما دفعه بعد گیرش میاریم. ممنونم. به نظر میاد امروز روز خوششانسی شماست آقای مکلین. من به عنوان قاضی اعلام میکنم که تا اینکه روز جدیدی برای شما تنظیم شود شما باید آزاد باشید. ایشون رو به بیرون هدایت کنید. این دادگاه فعلا به تعویق افتاده است. همه شما می توانید محوطه را ترک بکنید. Trent! Hey. فکر میکنه چند مدت میشه که ما هم دیگر رو ندیدیم؟ چند سال پیشه؟ چند باند؟ من چند سال پیش خیلی تنها بودم. اوه خیلی متاسفم. نه الان خیلی خوبم. من فقط توی راه سفر میکنم. خیلی خوشحالم که تو رو دیدم ترند. خیلی خوشحالم. تو چی کار میکنی؟ میدونی من یه آپارتمان توی نیویورک گرفتم و یه کارمند گرسنه‌ام. من نقاشیات قبلا دیدم. تو یه پیکاسوی واقعی هستی. نه منظورم اینه که تو استعداد بی‌نظیری داری. ممنونم ترند. ببین من باید برم. بازم خیلی خوشحالم که دیدمت. اگه بازم توی نیویورک میمونی حتما با من تماس بگیر. به یه وسیله احتیاج نداری؟ چرا دارم، اما نه ممنونم. ایوا، خیلی وقت شده. حالت چطوره؟ خوبم. عالیه. ممنونم که اومدی. تا وقتی که کریس مکلون رو توی زندون نبینم آروم نمیگیرم. تو بهترین دادگاه تو برگزار کردی. این مهمه. نه، این مهمه که من بدونم کریس مکلین توی سلولای زندان میپوسه. اگر حق به حق دار نرسه من متوقف نمیشم. ما باید همه با هم باشیم. من امید دارم که موفق میشیم. منم همینطور، اما همیشه دل سرد میشم. همیشه. نمیخواید بریم به یه خرید چینی ها؟ فکر نمی کنم. دست بردار، این تنها راه خوشیه. درسته. کسی از خرید کردن حرف زد؟ به اوانم جا هست؟ تا میتونی بیای اوون؟ هدر؟ خیلی وقت میشم که ندیدمت. همینطور که دوست داشتی. فکر میکنم دیگه باید بزرگ شم یا اینکه خم بشی.
شونا. هنوزم جذابم، اما وقت برای حرف زدن ندارم جیگر جون. باید برم پیش مشتریام. دانکن چطوری؟ چه چیز دیوانه کننده ای برای امشب داری؟ برنامه‌ای نداری ها؟ یه چیز دیوانه کننده باشه. اگه میخوای درباره من بدونی، من دیگه تو این زندگی قبلی نیستم. دیوونگی میخوای برو پیش دوست دخترت. اون دوست دختر نسیه را بهت گفتم که من پروازمو برای فردا رزرو کردم. تو دادگاه فردی به اسم راینالد چادینگتون وثیقه رو داد. او ببین، من باید قطع کنم. بعداً بهت زنگ میزنم. بینگو. نمیخواستم مزاحمتون بشم، اما پرونده های زیادی دارم. میتونیم بعضیاش رو تا فردا امضا بکنید؟ بذارشون رو میزم تا فردا صبح همشون رو امضا میکنم. ممنونم، اما انگار روز سختی گذروندین. نگران نباش، تا فقط بار خونت. شب کار کردن خیلی سخته ها. میگم که نگران نباش. شب خوش کلسی. زندانی دیگری از زندان آزاد شد. کریس مکلین که مجری قبلی جزیره آرزوها که خیلی بدنام شده بود، معلومه دوباره بازگشته. Excited, aren't we, Jan? بسیار روز خوبی است. 15 سال قبل اولین قسمت از جزیره آرزوها از تلویزیون پخش شده بود. اما در این فصل جدید چه کسانی حضور خواهند داشت؟ شاید شما بعضی شرکت کننده های این فصل را بشناسید. کسی که در فصل های قبل معروف شده بود به خلافکاری و بد بودن به اسم دانکن آن را امضا کرده است. مطمئناً این فصل خیلی وحشی خواهد بود. Kelsey? Kelsey? اینجایی تو؟ کلسی. Kelsey? Kelsey? طبق اخبار جدیدی که به دست ما رسیده معلوم شده است که شرکت کننده جدید دیگر هم یکی از چهره‌های آشنای فصل‌های قبل می باشد. گفته می شود او همین دیروز هم در دادگاه به عنوان وکیل حضور داشته است، اما به نظر می رسد در مورد کریس مکلین نظرش عوض شده است. کریس؟ اینجا کجاست؟ با من چیکار کردی؟ یالا به هم جواب بده. آره، شماها باید یکم آروم باشین، چون تا چند ساعت آینده خیلی پریشون خواهید شد. انتخاب شما برای ورود به شرکت کننده ها رو خیلی تبریک میگم. دوباره جمع شدیم تو
تجدید دوباره آرزوهای بزرگ. نه، من شرکت نکردم. قبول نکردم. چرا؟ تو امضا کردی. تو منو دزدیدی. این خلاف قانونه. I had to take some drastic measures to ensure I got the star-studded cast I needed for this season to bring in the ratings. Things went a lot smoother than they could have. Thanks to you. You got everyone here in one place. Gotta say, Court, you really did me a solid with that one. What? No! No, you can't do this! I already have. What? Spiffy, right? Now you might want to, اولین چالش شما به محض فرود آمدن بر روی زمین خواهد بود. ببخشید. ولم کن. چیه؟ و حتما روی باطلاق چیزی فرود خواهد اومد. و اینکه اشاره کنم این هواپیما روی خلبان اتومات تنظیم شده و بعد از اینکه کار من به پایان رسید این هواپیما سقوط خواهد کرد. پس موفق باشین پسرا. به کمپ‌های جزیره بانی خوش اومده این شرکت کننده ها. درسته شما بزرگ شدین اما خاطرات کودکیتون دوباره زنده خواهد شد. سکای آبی پشمالوی غول پیکر و قازهای ما قبل تاریخ و یادتونه. اونا قبلا کوچیک بودن اما الان بزرگ شدن و به یک ماشین بزرگ کشتار تبدیل شدن. اما نگران نباشید، در اطراف جزیره هنوز گنجینه‌هایی از قبل باقی مونده است و باید دیداری داشته باشید در واگواناکوا. زیاد احساساتی نشید که چالش‌هایی در پیش داریم و به هر کدام یک GPS داده شده است که شما را به سمت سایر اعضای از پیش انتخاب شده هدایت کند. بچه‌ها فکر کنم که من قبلا به شما گفتم هیچ وقت نمیروم. موفق باشید. من برای بار دیگه این بازی‌های احمقانه رو انجام نمیدم. این خیلی غیرقانونیه مکلین. با نام خود قرارداد بستین. تو ما رو گول زدی. هستی کریس. بازم تو. بازم یادم رفت که بگم آمار منی. آمار؟ یعنی یادت رفت اون شبی که توی بارسلونا شام خوردیم زیر ستاره های زیبا. فکر کنم اینم یکی از فیلمات باشه. و توی میدان شهر با هم رقصیدیم، خیلی زیبا بود. چقدر بانمکی تو دیگه از سرم بیرون رفتی. خیلی تلخه نه؟ فکر کنم چالش های در پیش داریم و تو توی تیم من نیستی. پس چرا لطفاً گم نمیشید؟ مگه یه شیر لازم نداری همراهت؟ موفق باشی آلخاندرو و امیدوارم که خورده نشی. Hello? سلام. این که حتی کارم نمیکنه. کودی؟ متاسفم که ندونستم نجات بدم. برید کنار. وای، ممنونم ایوا. وظیفم بود.
شما دوتا همینجوری اینجا میخوایم وایسین؟ به نظرت راهی برای ساحل وجود نداره؟ حتما وجود داره. از این طرف. اینجایی؟ لشانا، چه خبر دختر؟ ممنونم که جونم رو نجات دادی. این چه حرفیه؟ نمیدونی چجوری ساحل رو پیدا کنیم؟ نظری ندارم. این مشت خیلی خیلی میخورن تا حال اون کریس رو جا بیارم. چطور رودخونه رو دنبال کنیم؟ رودخونه به ساحل میرسه دیگه، درسته؟ پس بیا لفتش ندیم دختر. اوه، اینجا رو نگاه. Oh. Hey. ما دقیقا مثل هم تیمی هستیم. هم تیمی قدیمی؟ نه، مثل هم تیمی های قدیمی. سب کن، تو هم ثبت نام کردی؟ اوه نه، 2 نفر منو به عنوان پلیس بعد از دادرسی تو وسط راه نگه هم داشتن و به جرم سرعت غیر مجاز برگه رو به من دادن که گفتن امضاش کنم. منم بدون دیدن امضاش کردم. واقعا که خیلی احمقم. هی، همه ما اینطوری گیر افتادیم. پس هم دردیم. یه خورده حالم بهتر میشه. گوئن، من تو هم شنیدی؟ فکر کنم بقیه تیمن، اما من کسی رو توی ردیاب نمیبینم. باورت میشه بازم داریم این کار رو با هم انجام میدیم. سعی میکنم بهش دوباره فکر نکنم. من احساس بدی راجع به اینجا دارم. سلام، کسی اونجا نیست؟ ترنت مراقب باش. گوئن؟ ترنت؟ چرا صداتون قطع شد؟ برگشتی؟ خفه شو! Heather? هدر؟ آل؟ واقعا خودتونین؟ وای دلم براتون تنگ شده بود. منم دلم تنگ شده بود. اوون؟ اوه مرد، من مصاحبه رو توی تلویزیون دیدم. خیلی خیلی خوب بود. ممنونم اوون. حالا هیچ کدومتون نمیدونه ساحل کدوم وریه؟ فکر کنم از این طرف باشه. شما هم با ما میایین هدر؟ بسیار خوب. پس تو همیشه برنامه منو تماشا میکردی. من حتی یه قسمتشم از دست ندادم. اینجا دیگه کجاست؟ فکر کنم بقایای یه خونه قدیمی یا قایق چیزی باشه. اینجا رو خیلی خوبه ایوا، اما به نظرم از گاتو شروع کنیم. خیلی خوبه. حالت خوبه خوشگله؟